خیار شور هستم، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. یکی از دوستان پرسیده بود که چطوری ماد اضافه کنیم. خب شما اگر میخواید ماد وقتی که همیشه روی بازیاتون باشین وارد سیتینگ بازی میشید. وقتی که وارد سیتینگ بازی شدید از سیتینگ میاید پایین و میرید داخل کجا، یه لحظه صبر کنید تا بیاره. میرید داخل میرید داخل گلوبال. خب داخل این گلوبال اینجا مثلا یه ماد دارم، ماد شیدره. شما اکتیو رو میزنید و تموم، ماد اضافه شد برای همیشه. حالا من نمیخوامش فعلا. خب ولی اگر میخواید فقط داخل یک جا باشه، مثلا اون فقط میخواید داخل اون مپ باشه، مثلا میخواید داخل اون موقعیت بشه، کریت نیو ورد رو میزنید یا همون ورد قبلیتون، حالا بهتون میگم کریت نیو ورد، میایید پایین و این ریسورس پکس. خب ریسورس پک همون مودا خب که میان اینجا. خب مثلا من یه مود داشتم که ویدیو قبلی معرفیش کردم، حتما برید ببینیدش. کانال تلگرامی هم دارم، داخل کامنت ها میذارمش، حتما هم شما لایک و ساب فراموشتون نشه. کامنت هم بذارید، جوابتون رو میدم، مثل دوستانی که کامنت میذارند و ویدیوش رو درست میکنیم و جوابشون رو میدیم. اینجا ما دوباره همین اکتیو رو میزنیم، تموم، اکتیو تموم. حالا به هر دلیلی شما بهتره وارد آخرین گزینه بشید و تمام این تیک ها رو فعال کنید تا بازی اون مودها رو بتونه بیاره. خب حالا ما اینجا مثلا اضافه شون کردیم. خب باید حتما از این دوتایی باشه. خب نکن این دوتا هستن، اینا مودو میان اینجا. خب اگر ماد یکی باشه همین اینجا یکی میاره، مثلا اون مادی که بار شیدره فقط یه دونه بود، خب این بالاست. ولی این جا که بار این آواتار مود اد بود، خب اون آتر اومده مثلا اینجا دوتاییه. خب حالا اینجوریه. حالا مثلا واسه وردی که ساختید و میخواید اضافه کنیم، باز یه خودکاری، یه مدادی میزنید روش و باز همون کار رو انجام میدید. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت و دنبال یادتون نره. حتما هم بیاید داخل چنل تلگراممون، اخبارا که ویدیو میذاریم و یک گروه گپ هم داریم که اگر خواستید اونجا هم جوین شین. تا یه ویدیو دیگه، لذت باو.